گیری خواهیم کرد. گروهی از کاربران رادیو آزادی با فرستادن نواری از ابخوزستان برای بیرون آوردن آنها از این منطقه کمک میخواهند. این مهاجران تعداد خود را 10 نفر میگویند که ماه‌های طولانی بنابر پاندمی کرونا ویروس بیکار و به جای خواب ماندند و انتظار بازگشت به وطن هستند. آنها از مقامات تاجیک درخواست دارند که در انتقالشان به تاجیکستان مساعدت کنند. امدادخواهی مهاجران در حالی است که از ماه مارس به این سو راه‌های هوایی و زمینی بین کشورها بسته است. تنها هواپیماهای چارتری از روسیه و برخی از کشورهای دیگر برای به وطن بازگردانیدن شهروندان درمانده پروازها را انجام می‌دهند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. خبرهای رادیو آزادی را پیگیری کنید. کم پول فرستادن مهاجران کاری باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. به چنین نتیجه اقتصاددان‌های بانک اوراسیایی رشد در پی یک پژوهش رسیدند. همکارم عبدالله اشورов شورای اقتصادی رادیو آزادی با محتوای این پژوهش آشنا شد و قبل از آغاز برنامه با چند سوال به او را آوردم تا فشرده نتیجه های تحقیقات را بیان کند. سلام، بله دقیقاً همین خیلی است. شهلا بنابر گفته پژوهشگران بانک اوراسیایی رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پولهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج به 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. این پژوهش چند روز قبل در سامانه رسمی این بانک نشر شد. به عباره دیگر مهاجران کاری تاجیک هر سال به وطن پول میفرستند که برابر به 30% مال و محصولاتی که در داخل تاجیکستان استحصال می شود برابر است. همکنون با کم شدن حجم پولهای انتقالی مهاجران سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان هم سست شده است، چون پولهای مهاجران به اصطلاح درایور و یا نیروی پیشبرنده اقتصادی کشور هستند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا در نیم سال 2020 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان